السلام علیکم دوستان و هموطنان. یک جوانی هموطنان ما و شما در جنگ اوکراین از طرف روسیه دچار مشکل شد و با چند جا مراجعت میکند. زیاده از 10 روز است که هیچ کس کمکش نمیکند. در شبکه‌های اینترنتی بحث شد، حتی رادیو آزادی هم این ویدیو رو نشر کرد، ولیکن تا حال هیچ نتیجه نیست، هیچ کس کمکش نمیکنند. بیاین دوستان اول برآمد این شخص را گوش کنیم. پس من رسالت دارم به امنیت تاجیکستان، به کارگران مقامات تاجیکستان و دیگری به هموطنانی که به جنگ اوکراین اشتراک میکنند از طرف روسیه، به آنها هم رسالت دارم. بیاین اول گوش کنیم. من طولی 1 سال و 2 ماه میشه که در شهر اوکراین خدمت میکنم. جنگ میکنم از طرف روسیه نپروتی اوکراین. ما شرطنامه کشیده بودیم با همراهی روسیه. شرطنامه ما تمام شد. باید این آدما باید ما را اولید کنن و ما را اولید نکردیستن و ما را هر روز زستایید کردیستن که کنترکت بنده. هر روز ما زستایید کردیستن کنترکت بنده و ما نمیخوایم دیگه شرطنامه بنده با روسیه و ما هیچ چیز نمیخوایم. ما هر روز راپورت مینویسونیم، هر روز شکایت میکنیم که ما را آزاد کنه. ما شرطنامه تمام شده که کسی ما را گوش نمیکنه. ما کجای راپورت مینویسونیم، یگون کس پرسی ما قبول نمیکنه، نه کماندیرش گوش میکنه، نه پروکاتورش، یگون شما گوش نمیکنه و ما را هر روز استاید میکنن که شما باز دوباره کنترکت بنده با همراهی ما کار کنید. دوستان 2 روز پیش باز خبری هم آمد که مانند این شخص 1000 نفر هموطنان ما و شما در جنگ اوکراین اشتراک میکنند از طرف روسیه. نام 931 زاده تاجیکستان که از ماه ایون سال 2022 تا ماه ینور سال 2025 به طور قراردادی از طرف روسیه به ضد اوکراین جنگیدن اعلان شد. این بار خیلی عدد بسیار هم هست. 1000 نفر جوانان فریب خورده ما. یا الله، خداوند حفظ کند جوانان ما را. ای کارگران مقامات و امنیت، چرا شما چاره نمیبینین؟ نگاه کنین، این شخص هیچ قانون را ویران نکرده است. خیلی فریب خورد، به جنگ اوکراین رفت، وعده‌های بسیاری دادن، فریب خورد، کنترکتش تمام شد، او میخواد برگردد. شما باید کمک کنین. شما وظیفه دار هستین که به شهروندان خود کمک کنین. اگر اینترس شهروندان خود را کمک نکنید، پس کی را کمک میکنین؟ در درجه اول اینترس شهروندان خود نباشد، پس شما اینترس شهروندان قرغیز باشد، روس ها باشد، نمیدونم کی باشد، کی را حمایت میکنید؟ هموطنانی که در جنگ سوریه آمدن، خیلی آنها نقل کردن که مقامات با آنها زنگ زده گفت ما میخوایم با شما کمک کنیم، راه پولی میفرستونیم به ترکیه، برو از ترکیه با سامولیت به وطن برمیگردونیم. خیلی کمک میخوان کرد و خیلی کمک هم کردن. ما نگاه میکنیم بعضی جوانان به وطن برگشتن، زن و کودکان رو دیدیم شهروندان ترکستان به وطن برگشتن. پس چرا شما هموطنانی که در سوریه هستند میخواهید کمک کنید و هموطنان ما و شما که در اوکراین هستند و جنگ اوکراین رفتن از طرف روسیه ذره کمک نمیکنید به آنها؟ چرا؟ یک شهروندی که در سوریه هستند برای برگشتن آنها شما کوشش میکنید، پول روی میکنید که آنها برگردن به وطن و هموطنان ما و شما که در جنگ اوکراین فریب خورده رفتن با آنها ذره کمک نمیکنید. چرا اینطوری هست؟ روسیه دوست سیازنیک تاجیکستان می باشد. بالعکس به شما دسترس از آسان است که شهروندانی که از طرف روسیه جنگ میکنه شما کمک کنید، یک فایده شما به آنها رسد. برای شما این آسانتر است. چرا پس کمک نمیکنید؟ آیا شما از حکومت روسیه میترسین؟ آیا اینترس روسیه بالاتر از شهروندان تاجیکستان می باشد؟ چرا شما هیچ چاره نمیبینید؟ هیچ ذره به این هموطنانی که کمک طلب میکنن، هیچ قانون را ویران نکردن، شما کمک نمیکنین به آنها. و دیگر رسالت من به همون جوانانی که به جنگ اوکراین رفتن از طرف روسیه، زیاده از 1 سال است که دعوا میکنیم، سخن میکنیم که فریفته نشوین، به این وعده خالی داده نشوین. این جنگ تعلق ندارد به ملت ما، در این جنگ کوشی نشوین. خیلی احتمالی بسیاری دارد که شما در آنجا کشته میشین و جسم شما باوری دارم که حتی نمیبیارن، در همونجا میمونن
و بسیار احتمال دارد که شما زخمی میشید، از دست پا میمونید و بعد لبا کج در هم متروی روسیه گدای کرده میگردید، شما را قدر قیمت نمیکنن و چطوری که گفته بودم که با مجبور میکنن شما را دویم بار میفرستونن به جنگ. این را هم گفته بودیم که همینطوری هست. پروسه اینها به شما وعده خالی بسیار میتن، شما فریفته میشین و اگر شما فریب داده و خودتون را به کسلی و هر چیز زده خلاص شویدم که این روسا شما را نمیبخشن، میگن که با انگشتانشون اشاره میدن که تو ملت ما را کشتی گفته، زیرا که اوکراین این یک سلیوان هم ملت هستن، یک امک بچه هستن. شما فکر میکنین که شما را میبخشن؟ نه، میگن که تو میگن در همون جنگو میگن هم ملت ما را کشتی، میگن تو موهات کراسکه کرد و رویات صابوشون میکنیم که برای اینا بیگانه هستی. برای همین فریفته نشوین و در آینده هم جوانان نروین. چی تهدیدی که کنن، چی وعده‌ای که کنن داده نشوین، در این فریفته نشوین، داده نشوین. و میبینین 1 سال مگذرد یا 5 سال مگذرد، با اوکراین با روسیه اینا یک صلح میکنن، با یک راوبیا میکنن، اینا یک خشتواری بسیاری دارن، یک معامله خوب پیدا میشد بین اینها. با نگاه میکنی با ملت ما در اینجا یک چید میماند، بعد اشاره میکنن که تو روس‌ها رو میکشتی گفته، ملت سلیوان رو میکشتی گفته. برای همین دوستان و هموطنان، کسانی که در همونجا هستین کار کنید، از اونجا براین و چطوری گفتم مقامات تاجیکستان کوشش کنید، کمک کنید که به این جوانان از اونجا براین، در این جنگ کشته نشوند و راهی حل رو نشان دید. من نمیدونم، میگوین خچوشید به فکرم چی یک راه هست با آنها با اوکراین تسلیم شوین، یک کاری کنن که شهروندان ما از این جنگ براین. دیر نشده. برای هم جوانان فریفته نشوین، به این جنگ نروین، این هیچ تعلق ندارد به ملت ما. خود رو احتیاط کنین، شما رو به خداوند میسپارن، دعا کنین که خداوند کار شما آسان کند و دعا کنین که این مقامات ما بیدار شوند که به شهروندان خودشون کمک کنند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.